تعویض باتری ریموت تارا. اول این دکمه رو فشار بدید، کلید آزاد بشه، بکشید بیرون کلیدو. با همین کلید تو این قسمت، تو این شکاف خود کلید قرار بدید. آروم یه چند بار چیز بکنید، این باز میشه راحت. باز که شد، باتری قابل دسترس، باتری سایز 2032 به راحتی اینجا میاد بیرون. یه دونه باتری هم بیشتر نمیخوره. باتری 3 ولت سایز 2032، یه باتری سکه‌ای هست. تهیه کنید و بندازید. این شماره 2032 خیلی مهمه. باتری 3 ولت، قیمتش هم هولوش 40 تا 50 تومن.